بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. افتطمعون ان یؤمنوا لكم وقد كان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون. ای مسلمانان، آیا توقع دارید که ایشان به آیین شما ایمان بیاورند در حالی که گروهی از ایشان کلام خدا را شنیدند و بعد از آن که حقانیت آن را درک می کردند آن را آگاهانه تحریف می نمودند؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. و چون ایشان با کسانی که ایمان آورده اند ملاقات می کنند می گویند ایمان آوردیم، اما وقتی که با یکدیگر در خلوت می بینند می گویند آیا به ایشان چیزی را می گویید که خداوند با شما آن را در تورات روشن ساخته است تا بدین ترتیب و وسیله آن با شما به حضور پروردگار شما مناظره کنند؟ آیا شما به نتیجه این کار پی نمی برید؟ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. آیا آنها نمی دانند که هر آنچه را که ایشان پنهان یا آشکار می دارند خداوند می داند؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. و برخی از ایشان مردم امی اند که از کتاب جز آرزوهای غلط خود چیزی دیگری را نمی دانند و جز گمان به چیزی دیگری متکی نیستند.